نون درست کنیم، اونم با آرد نونوایی، نه آرد سفید، اما خوشبافت و خوشمزه. حالا شیر ولرم، آب ولرم، شکر و خمیرمایه رو مخلوط میکنیم. من از خمیرمایه تر استفاده کردم، خشک هم میشه. آرد اضافه کرده هم میزنیم، روشو میپوشونیم، اجازه میدیم 20 دقیقه بمونه، خمیرمایه عمل کنه، به این شکل در بیاد. حالا مخلوط روغن مایه و کره سفیده تخم مرغ، نمک، زنجبیل و آرد اضافه کرده هم میزنیم. برا من تقریبا 1 لیوان آرد سفید که نصفشو برای عمل اومدن خمیرمایه استفاده کردم، نصفشو بعد، و 6 لیوان آرد نونوایی لازم شد. شما هم آردتون خیلی با دقت کم کم اضافه کنین و خوب ورز بدین. بعد خوب ورز دادن که دیگه خمیر به دستمون نمیچسبه، به این شکل چند بار خمیر رو جمع میکنیم و اجازه میدیم 1 ساعت خوب استراحت کنیم. بعد استراحت یه همچین خمیر عالی داریم، منتقل میشه به سطح کار و به 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. کپشن رو با دقت بخونین لطفاً، چون تمامی نکات و زمانهای استراحت خمیر نوشته شده. چونه ها به این شکل داخل سینی باز میشن، به هر شکلی که دوست دارین میتونین طرح بندازین. 20 دقیقه دوباره داخل سینی میرن استراحت. مواد رومال در دستور نوشته شده، میره در فر از قبل گرم شده با دمای 200 درجه به مدت 15 دقیقه. نوش جونتون.